سلام. با یکی از آزمایش‌های مهم فیزیک دهم، یه جوری میشه گفت اولین آزمایش کتاب فیزیک دهم فصل 1 که مفهوم چگالی حفره و اجسام حفره‌دار رو توضیح میده در خدمت شما هستیم. فعالیت 1.5 معمولا معلمان میخوان از فصل 1 سوال بیارن، از این فعالیت سوال میارن برای آزمایش کنید. گفته که یه پرتقال با پوست، یه پرتقال بدون پوست بندازین داخل آب، مفهومش رو مشاهده کنیم ببینید چه اتفاقی میفته چه اتفاقی نمیفته. اول بریم یک بررسی ظاهری بکنیم این پدیده رو. همونجوری که خودتون میدونین وقتی پوست پرتقال رو میکنین از جرمش کم میشه، پس حدس آدم اینه که سبکتر میشه و چون سبکتر میشه احتمال اینکه روی آب بمونه بیشتره. یعنی پرتقال با پوست چون سنگین تره باید بره زیر آب و پرتقال بدون پوست چون سبکتره باید بیاد روی آب. بریم آزمایش انجام بدیم. اول آزمایش رو با پرتقال با پوست میذاریم. پرتقال رو با پوست وقتی داخل آب پرتاب میکنی، اول یه مقدار داخل آب فرو میره، بعدش شما مفهوم چگالی رو میبینید. پرتقال با پوست روی آب شناور میمونه. چرا؟ چون چگالیش کمتر از چگالی آبه. دلیل علمیش چیه؟ پرتقال با پوست بین این برش های پرتقال، بین فضای خالی این پرتقال هوا وجود داره. این هوا چگالیش خیلی کمه، یه جورایی حفره محسوب میشه. به همین خاطر با وجود اینکه شاید چگالی کل پرتقال از آب بیشتر باشه، ولی به خاطر وجود اون حفره ها پرتقال با پوست میاد روی آب قرار میگیره. مرحله بعدی آزمایش داخل قسمت ب گفته پرتقال پوست بکنیم بندازید. وقتی که پرتقال پوست میکنیم میندازیم، پرتقال زیر آب فرو میره. چرا؟ چون چگالی خود پرتقال بیشتر از آبه، با اینکه پوستش ازش برداشتیم جرم کلش کمتر شده، ولی این بینش که فضای خالی وجود داشت الان با آب پر شده و اون حفره پر شده. به همین خاطر چگالی این پرتقال بیشتر از چگالی آب میشه. نتیجه فقط سبکی یا سنگینی مهم نیست که یه جسمی روی آب بمونه یا زیر آب فرو بره. با پوست به خاطر اینکه هوا داره و هوا داخلش حبس شده چگالیش کمتره. بدون پوست چون اون هواه دیگه از بین رفته و داخل حفره با آب پر میشه، چگالی مجموعه از چگالی آب بیشتره. به همین خاطر داخل آب فرو میره. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشیم و براتون مفید بوده باشه. تا آزمایش بعدی، خدا نگهدار.